سگی که طعمه او استخوان است. بین سگی که طعمه او استخوان است، به جان و دل محب خاندان است. یک سگی که ای بنده خدا تو بلایمی گوشت تو میخوری، لذیذترین موضع های همون استخوان تو میخوری، یک استخوان سگ میخورد، به جان و دل محب خاندان است. خاندانش دوست میداره، صاحبش دوست میداره. تو این قدر نعمت خدا را میخوری، او تو صاحب خود خدا یک و یگانه است، پیغمبر تو محمد است، برای چی را دوست نمیداری؟ سگی که طعمه او استخوان است، به جان و دل محب خاندان است. اگر 100 بار راند صاحبی او، نگرداند از آن پاسی نمک رو. 100 بار از خانه پیشش میکنی نمیرود. زند گر ضرب گردد با ادبتر، که بوسد دست و در پایش نهد سر. میزنی سگه با یک استخوانی که در پیشش میپرتویم، میزنیمش، لطو کوبش میکنیم، باز چکار میکند؟ خودش حلقه میزنه در پیش صاحبش، پای صاحبش بوسه میکنه. اینا سگ، اگرچه موضوع سگ نیست، این در جای سگ شما آدم تصور کنید. نیاید در خیالش باب دیگر. باب گفته دروازه رو میگن. حضرت همین قدر میزنن، همین قدر همین سگ از در بیرون میکنن، نیاید در خیالش باب دیگر. رود حلقه زند گشته بران در، نگردد دل خنک از راندن آن. روان است از پسی او کرده افغان. چرا تو قدر نعمت ها ندانی، به قدر استخوان سگ ندانی؟ ما و شما را خطاب میکند مولوی، ای ناکسا، ای بدبختا، ای کسانی که شما محبت خدا و پیغمبر را ندارین، این قدر نعمت خدا را میخورین، قد همون سگ نمیشین، برابر همون سگ نمیشین که یک نعمت پستری نمیخورد، استخوان خالی را میخورد. این قدر خاندانش دوست میدارد، صاحبش این قدر دوست میدارد، با زدن و با کفتن صاحبش ملال نمیشود. نیاید در خیالش باب دیگر. در خیالش هیچ باب دیگر نمیآید. امروز ما و شما گرسنه ماندیم، در حال دینهای دیگر را سراغ کردید. حضرت ابوبکر میگد برای آمدن در حالت گرسنگی. حضرت عمر هم گفتن قسم به عظمتی بزرگی خدا که ای ابوبکر، ای